سلام و وقتتان بخیر و خبرهای 8 صبح به وقت کابل از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. سرپناه ختم شو د کوټونه دغه ترپاړونو کې پراته دي د خوراکي توکي نشته، کمبرې نشته، خیمې نشته. افزایش نگرانی از وضعیت زلزله زدگان. سیاست‌های طالبان روند کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده. بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. نگرانی از اخراج مهاجران افغان از آمریکا. یک نهاد بشری میگوید اقلیت‌های مذهبی با خطر انتقام‌جویی طالبان روبروند. گردشگران زن خارجی ابزاری برای سفیدنمایی طالبان. منتقدان میگویند انفلوئنسرهای واقعیت زندگی زنان افغان را پنهان میکنند. انفلوئنسر استرالیایی اتهام دریافت پول از طالبان را تکذیب کرد. و طرح جدید آمریکا به حماس. جنگ در صورت آزادی گروگانها متوقف می شود. معاون کمیسیون اروپا جنگ اسرائیل در غزه را نسل کشی خواند. خوش آمدید. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. بامداد امروز جمعه پس لرزه‌ای به بزرگی 5.2 بار دیگر بخش‌هایی از شرق افغانستان را تکان داد. بر اساس اطلاعات سازمان زمین‌شناسی آمریکا، مرکز این زمین لرزه جنوب غرب اسدآباد، مرکز ولایت کنر بوده و در عمق 9.1 کیلومتری زمین رخ داده است. تاکنون اطلاعاتی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه در دست نیست. این در حالی است که در پس لرزه دیروز شام دست کم 16 تن در کنربند ننگرهار زخمی شدند. کمیته آمریکا برای مهاجرین و پناهندگان زلزله افغانستان را فاجعه انسانی خواند. این کمیته با اشاره به بحران جاری و سیاست‌های ناقص طالبان تاکید کرد که عوامل متعددی در تشدید بحران پس از زلزله نقش داشته است. همزمان منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که سیاست‌های طالبان زنان زلزله زده را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است. در این زلزله تاکنون بیشتر از 2200 نفر کشته شده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد. آوارگی که تمام ندارد. ناظرشاه چند ماه پیش با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شد. به تازگی زندگیش اندک جان گرفته بود که در زلزله مرگبار در شرق افغانستان خانه‌اش ویران شد. زمونږ تقاضا د نړۍ د حکومت د ولس د درود نه دا تقاضا ده چې موږ سره د همکاري وشي. سرپناه ختم شو د کوټونه دغه ترپاړونو کې پراته دي د خوراکی توکي نشته، کمبرې نشته، خیمې نشته. مادر ناظرشاه زخمی شده. 5 روز گذشته را بدون هیچ سرپناه بسر کرده. هرچند حداقل خدمات صحی برایش فراهم شده. اما منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که قوانین تبعیض‌آمیز طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی را کاهش داده و سبب افزایش مرگ و میر زنان شده. در 5 روز گذشته بر بنیاد ارقام بیمارستان حوزه ننگرهار 1070 زخمی به این مرکز منتقل شده که فقط 125 نفر زنند. همچنین بر بنیاد داده‌های یک مرکز صحی کنر در 3 روز 353 زخمی به این مرکز منتقل شده، شامل 182 مرد، 104 کودک و فقط 67 زن. منابع میگویند زنان فقط زمان به شفاخانه منتقل می شوند که وضعیتشان شدیداً وخیم باشد. رژیم طالبان از نشر ارقام تلفات با تفکیک جنسیتی خودداری کرده. اما منابع محلی گزارش دادند که تلفات زنان به گونه قابل توجه بالاست. بسیاری از زنان به دلیل این جان باختند که به مردان نامحرم اجازه داده نمیشد آنها را از زیر آوار بیرون بکشند. عامل اصلی افزایش تلفات زنان این است که طالبان نخست اجازه ندادند گروه‌های صحی زنان به مناطق آسیب دیده بروند، اما پس از افزایش فشارها و انتقادها برخی گروه‌ها با همکاری سازمان‌های بین‌المللی اجازه ورود به مناطق آسیب دیده را یافتند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر تخمین می‌زنند که حدود 84,000 نفر از زلزله اخیر آسیب دیدند. در همین حال کمیته آمریکا برای پناهندگان زلزله افغانستان را فاجعه انسانی دانسته و گفته رانش زمین جاده‌ها را مسدود و دسترسی نیروهای امدادی به برخی مناطق را ناممکن ساخته.
این کمیته با اشاره به بحران بشری، سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، محرومیت زنان از کار و درآمد و کاهش کمک‌های بشری گفته بلایای طبیعی مانند این زلزله ویرانگرند، اما شکست‌های انسانی این رویدادها را به فاجعه مبدل می‌سازند. اکنون با وجود کمک‌های نسبتاً گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف، چگونگی امدادرسانی به زلزله زدگان و مداخله و استفاده جویی طالبان از این کمک‌ها نگرانی اصلی است. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اعلام کرده که ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که در پی زمین‌لرزه اخیر در افغانستان در 25 قریه ولایت‌های کنر و لغمان بیشتر از نزدیک به 2000 تن جان باختند و بیش از 2000 تن هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیش از 2000 خانه نیز تخریب شده. به گفته این سازمان بیشتر قربانیان این زلزله زنان و کودکانند. همکارم نظیفه اقبال برای آخرین جزئیات اینجا در استودیو با من است. نظیفه، آخرین آمارها و خبرها از زلزله چی قرار است؟ خب نوید، ما دو آمار مشخص در قسمت از اینکه چه تلفات داشته این زلزله تقریبا امروز ما در روز پنجمش قرار داریم. یک گزارش تقریبا 4 صفحه‌ای را دفتر یا سازمان کمک‌های هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به نشر رسانده که در اینجا از آمارهای صحبت میکنه. به طور مثال میگه که بیش از 1300 نفر در این زلزله کشته شده و بیش از 2000 هم زخمی و بیش از 3000 خانواده متضرر شده و بیش از 2000 خانه هم تخریب شده. در این آمار یک تناسب را همچنان نشان میده در قسمت آمار زخمی ها، در قسمت آمار کشته شدگان. به طور مثال اگر شما مجموع کشته شدگان زن و دختر شما جمع کنین، بیشتر از 747 نفر زن و 621 نفر مرد میگه که مرد و پسر میگه که کشته شده. ما دی تناسب میبینیم که آمار کشته شدگان زنا و دختران نسبت به پسران بیشتر است. دلایل متعدد را گزارشگرا، تحلیلگرا، رسانه‌های بین المللی ذکر کردند که بیشتر همچنان یکی از دلایل عمده‌ایش نسبت به این قلمداد میکنند که تعداد امداد رسان زن کمتر است که در عملیات نجات سهم بگیرند. تعداد زنانی که در بخش صحی کار میکنند همچنان کم است و مسائل دیگه همچنان برش اشاره شده. در ضمن در این گزارش همچنان بر آمارهای طالبان هم اشاره شده و آمارهای طالبان نسبت به آمارهایی که در این گزارش سازمان ملل متحد ذکر شده تفاوت را نشان میده. و در مورد کمک ها و رسیدگی چی گفته شده؟ خب در مورد کمک ها مشخصا گفته شده که تیم سیاره صحی سازمان ملل متحد ارسال گردیده به این مناطق. تقریبا 25 قریه ارزیابی شده و مشخصا در مورد 3 ولایت ننگرهار، کنر و لغمان صحبت میکنه و همچنان در قسمت از که بیش از 20,000 خیمه ها قرار است توزیع شود. بیشتر از 15,000 نفر هم بسته های غذایی قرار است که توزیع شود و همچنان بسکت هایی که دارای انرژی بالا خواد باشه و همچنان در قسمت ازی که این تیم صحی بعضی از بسته های صحی را هم بر مردم توزیع خواد کرد. قابل ذکر است که همچنان در این گزارش از یک سلسله چالش ها هم صحبت شده در قسمت ازی که چرا و چگونه این کمک ها به مردم با مشکل مواجه است که برسه. بله، سپاسگزارم نظیفه از حضورت و جزئیاتی که راه کردی. و بیشتر گفتگو میکنیم با سجاد احمد حمیدی، استاد دانشگاه و متخصص آب و محیط زیست که از آمریکا با ماست. آقای حمیدی خوش آمدین. به نظر شما روند رسیدگی به بحران زلزله در کنر و در کل در شرق افغانستان چگونه پیش میره؟ چه خلاهایی وجود داره به نظرتان؟ سلام بر شما و بینندگان شما. من تسلیت عرض میکنم. حادثه المناک برای کسانی که از این حادثه متضرر شدن، برای بازماندگان، و امیدواریم که سطح
آسیب ها و خسارت ها و تعداد قربانی ها بالاخره از یه مقدار بیشتر نشه، چون عدد و رقم ها در حال افزایش است. ببینید یک کشوری مثل افغانستان که با ده ها مشکل دست به گریبان است، از فقر، از نبود مدیریت، از فساد، از جنگ‌های طولانی داخلی، نبود زیرساخت‌ها، حوادث اینچنینی بسیار خسارتزاست و بسیار تلفات میگیره و با کمال تاسف در سطح دیگری از مسئله که آمادگی برای شرایط بحران و شرایط بعد از بحران باشه، هم ما همچنان مشکل داریم و در افغانستان نه تیم‌های تعلیم یافته برای امداد و نجات وجود داره و نه هم با کمال تاسف تخصص و بودجه‌های لازم. از طرف دیگر وقتی زلزله در یک منطقه به این شکل اتفاق میفته که خب خانه ها شهرسازی معیاری نیست و قطعا خسارت ها بالاست، جاده ها مسدود میشه، دسترسی به اون مناطقی که آسیب دیده و پروسه امداد و نجات بسیار سخت میشه و در واقع به دلیل نبود راه دسترسی مختل میشه این پروسه. یک وجه دیگر قضیه هم هست، ما وقتی یک حاکمیت برآمده از دل یک جامعه نداشته باشیم، حاکمیتی که در واقع به تخصص بها بده، کل این پروسه در واقع زیر سوال میره، چرا که در واقع ممکنه در توزیع کمک ها فساد وجود داشته باشه و چون هیچ رسانه آزادی نیست، هیچ حضور مردمی وجود نداره، حتی نمیشه اینها رو هم به نحو قطعی بررسی کرد و دریافت که آیا کمک هایی هم که از جای مختلف میرسه به دست مردم رسیده یا نه. و اینا رو من فکر میکنم بحران های جدی کمک رسانی و حل در واقع در این شرایط فعلی است. بله. به نظرتون چرا آمار تلفات هر روز به تعداد صدها نفر بالا میره؟ مثلا ما در پایان روز چهارشنبه 1457 نفر گزارش شده بود، اما در پایان پنجشنبه تعداد یک بار رفت به 2000 نفر. چرا این گونه است به نظرتون؟ خب قطعا وقتی آواربرداری میشه احتمالاً تعداد تلفات بالا میره، چون اجسادی از زیر آوار در واقع بیرون آورده میشن. خصوصا عرض کردم که ما در روستاهای خانه آسیب دیده که ممکنه راه دسترسی هم همزمان از بین رفته باشه و ما هنوز و در طول این چند روز تازه گروه امداد ممکنه توانسته باشند آواربرداری کنن و در خود این پروسه 3-4 روزه هم افرادی که آسیب دیدن، مجروح شدن، ممکنه به دلیل نبود خدمات صحی جان خود از دست بدن و با کمال تاسف ما میبینیم که آمار تلفات بالا رفته. دقیقاً هم آواربرداری هایی که در طول این روز انجام میشه و هم نبود آب سالم، نبود خدمات بهداشتی و صحی و پزشکی، ممکنه مجروحانی که قبلا از زیر آوار بیرون شدن و هنوز زنده بودن ممکنه در طول این پروسه جان خود از دست بدن و به این ترتیب آمار تلفات بالا میره متاسفانه. خب پاسخ را که کشورهای جهان به یک چنین فاجعه باید بدن، آیا همین بود که به افغانستان دادن؟ ما شاهد اعلام یک سری کمک ها بودیم. آیا در همین حد کافی بود به نظرتان، یا ای که فکر میکنین عدم مشروعیت طالبان خودش میتونه مانعی برای کمک باشه برای افغانستان؟ قطعاً چنین کشور فقیری مثل افغانستان وقتی با یک سانحه به این شدت روبرو میشه، طبعاً به تنهایی نمیتواند که در واقع این مشکل حل کنه و به شرایط بحران و پسا بحران بپردازه. در نظر داشته باشیم که این افرادی که در حدود 10,000 نفر که خانه‌های خود از دست دادن، اینا و به زودی در فصل زمستان، فصل بارندگی نیاز به سرپناه دارن. یعنی ما یک بحرانی نداریم که به یک روز، 2 روز و یک هفته یا 10 روز حل بشه و نیاز به کمک‌های مداوم، به برنامه‌ریزی، خانه‌سازی، فراهم کردن خیمه و یا چیزهای دیگر داره. و طبعا افغانستان با شرایط اقتصادی و مدیریتی که امروز حاکمه در افغانستان، توان حل و مواجهه با حوادث طبیعی از این دست و یا سیلاب‌هایی که در سال گذشته بود به تنهایی نداره و
امیدواریم کشورهای جهان، سازمان ملل، بنیادهای دیگر به این مسئله توجه کنند. طبعا اون مقداری که وعده شده برای کمک ها کافی نیست و بخشی از این کم شدن کمک ها احتمالاً متأثر از است که یک حاکمیت مشروع در افغانستان وجود نداره. سجاد احمد حمیدی، استاد دانشگاه و متخصص آب و محیط زیست، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق افغانستان به شدت نیازمند کمک‌های فوری هستند. کشورهای مختلف جهان پس از این رویداد آمادگی خود را برای ارسال کمک اعلام کردند. همکارم بیژن یقین در برنامه ژرفا نگاهی دارد به این کمک‌ها. در زلزله شرق افغانستان بیشتر از 2200 نفر جان باختند، نزدیک به 4000 دیگر زخمی شدند و هزاران فرد دیگر دار و ندار خود را از دست دادند. حالا آسیب دیدگان این بلای طبیعی شدیداً نیازمند کمک‌های عاجلند، از سرپناه گرفته تا لباس و غذا و خدمات بهداشتی و درمانی. هرچند کشورهای زیاد فرستادن کمک‌ها به افغانستان را آغاز کردند، اما این کمک‌ها هنوز کافی نیست. برنامه جهانی غذا با ابراز نگرانی میگوید ذخایر غذایی این نهاد فقط برای 4 هفته کافی است و این حتی نیازهای بنیادی آسیب دیدگان را هم فراهم نخواهد کرد. از یکی از آسیب دیدگان با هم بیشتر میشنویم. مثلا من بارته ووتلو بس کوم مینې لاړې او بس کم سامان او کم شیشې وی هغه ټولې ډوبې شولې. په کدا غاډي جامې پاتې دي نور بس دغه حالات دي. بس مشکلات سره مخ اینه. شماری از کشورها فوراً دست به کار شدند و شروع به ارسال کمک‌های اولیه کردند. کشورهای همچون پاکستان، هند، امارات متحده، عربستان سعودی، ترکیه و ژاپن صدها تن شامل غذا، لباس، خیمه، کمپل، دارو و مواد صحی و بهداشتی به افغانستان فرستادند. در این تصویری که خواهیم دید، خوشامدگویی مقامات طالبان را با خانم مریم بنت علی بن ناصر، معاون وزیر در امور همکاری‌های بین‌المللی قطر می‌بینید که با 4 هواپیمای حامل مواد کمکی به افغانستان آمده. البته چالش دیگری که وجود دارد رساندن این کمک‌ها به دست نیازمندان است، زیرا راه‌ها به مناطق زلزله زده یا در اثر سیلاب یا در اثر زلزله تخریب و یا مسدود شده و انتقال مواد به بسیاری از مناطق فقط از راه هوا ممکن است. رسیدن این مواد به دست آسیب دیدگان حیاتی است و جان افراد حتی در خطر. صندوق نجات کودکان میگوید بسیاری از خانواده‌هایی که خانه‌هایشان ویران شده شب را در فضای باز و زیر باران بدون خیمه و امکانات دیگر سپری کردند. آنها از پس‌لرزه‌های احتمالی و فرو ریختن سقف خانه‌های نیمه ویران هراس دارند. در حالی که رساندن کمک‌های عاجل به این افراد مهم است، آسیب دیدگان در دراز مدت نیازمند حمایت مالی برای ساختن دوباره زندگی خودند. اداره طالبان که خود در بحران فقر گیر مانده و قادر به رسیدگی نیست، در این مورد هم خواهان کمک از جهان شده. ضمن قدردانی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و یک تعداد از کشورهای همسایه، منطقه و جهان پیرامون اعلام همدردی، غمشریکی و آمادگی برای همکاری با آسیب دیدگان زلزله اخیر یک بار دیگر از تمام دفاتر سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر اماراتی داخلی و خارجی می خواهیم که هر گونه همکاری و کمک‌های ممکنشان را به اسرع وقت و در هماهنگی با کمیته موظف، کمیته جلب کمک‌ها به ساحات آسیب دیده را در اولویت کاریشان قرار داده و در ارائه کمک‌های بشری عاجل و اضطراری سهم فعالشان را داشته باشند. سازمان ملل 5 میلیون دلار آمریکایی کمک فوری را برای رسیدگی به زلزله زدگان اعلام کرده. از سوی دیگر 11 میلیون دلار دیگر نیز زیر نظر سازمان ملل و اتحادیه اروپا به افغانستان جاری شده و کشورهای زیاد دیگر هم از جمله بریتانیا، استرالیا، کره جنوبی و اعضای اتحادیه اروپا مجموعاً 4.5 میلیون دلار آمریکایی کمک می‌کنند. اما از کمک کشورهای بزرگ دیگر همچون آمریکا در این میان خبر نیست. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، کمک‌های جامعه جهانی به دلیل سیاست‌های سختگیرانه این گروه به شدت کاهش یافته. سازمان ملل هشدار می‌دهد که از 2.5 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای افغانستان در سال جاری میلادی فقط 1/4 یعنی 28% آن فراهم شده و این روند امدادرسانی در افغانستان را با چالش روبرو کرده.
با وجود فقر گسترده در افغانستان، شهروندان هم در ولایات مختلف برای زلزله زدگان در شرق کمک جمع‌آوری می‌کنند. از سوی دیگر، اتحادیه‌های پیشاوران و بنیادهای خیریه داخلی هم به کارزار کمک رسانی پیوستند و مواد کمکی و غذا به زلزله زدگان می‌فرستند. اما معضل آسیب دیدگان زلزله در شرق به این زودی‌ها و به این آسانی قابل حل نیست. مردم در این مناطق در ماه‌ها و حتی سال‌های آینده نیاز به کمک بنیادی دارند. و این نگرانی هم وجود دارد که زمستان پیشرو به عمق این فاجعه بیفزاید. مریم بنت المسند، معاون وزیر در امور همکاری‌های بین‌المللی قطر، کمک‌های بشردوستانه برای زلزله زدگان را به کابل رساند و از سوی طالبان مورد استقبال گرم قرار گرفت. این در حالی است که طالبان همواره در تلاش برای حذف زنان افغان از جامعه اند. همکارم بنفشه یعقوبی به واکنش فعالان شبکه‌های اجتماعی نسبت به این برخورد دوگانه طالبان پرداخته است. کمک ها برای زلزله زدگان کنر ادامه دارد. در این میان بسته های امدادی قطر خبرساز شده است، نه به دلیل محتوای 4 هواپیمای کمکی، بلکه به خاطر شخصی که این کمک ها را وارد کابل کرد. این خانم مریم بنت المسند، معاون وزیر در امور همکاری های بین المللی قطر است که به نمایندگی از کشورش کمک های بشردوستانه، مواد غذایی، تجهیزات طبی و وسایل سرپناه را انتقال داده است. این بسته ها می تواند نیازهای 11,000 زیانمند زلزله را پوشش دهد. کاربران پذیرایی گرمی مقام زن توسط طالبان و سرکوب زنان افغان را مقایسه کردند. مطیع الله حقجو پس از سپاسگزاری از قطر برای کمک ها و رفتار دوگانه طالبان در برابر زنان افغان و خارجی اشاره کرده. او گفته این گروه زنان افغان ما را از آموزش محروم کردند، اما برای پذیرایی از زن مسلمان خارجی این گونه دست به سینه در انتظارند. حافظه مانند کاربران دیگر همین سوال را دارد. او پرسیده چرا طالبان به زنان خارجی این قدر احترام میگذارند اما هر نوع حق را از دختران افغان سلب کردند. او آرزو دارد روز زنان کشور بتوانند با عزت و کرامت زندگی کنند. نه تنها که خانم قطری برای کمک به زلزله زدگان آمده، بلکه شماره از دکتران زن افغان نیز بی‌وقفه برای کمک حضور داشتند. تصاویر از دکتران زن در کنر که به قربانیان زلزله رسیدگی می کنند دست به دست شده و از نقش آنها برای رسیدگی به این فاجعه قدردانی صورت گرفته. حتی چهره های فعال طالبان در شبکه‌های اجتماعی به فداکاری این زنان اذعان کردند. معین عثمان خیل کمک قطر را درس برای طالبان می‌داند و گفته این گروه در بخش آموزش دختران باید از قطر بیاموزد و حق دختران افغان را به آنان بدهد. معین از نقش مهمی که زنان با عنوان پرسنل صحی و امدادی در رسیدگی به حوادث بازی میکنند تاکید کرده. عتیق الله فیروز انتقاد شدید از طالبان داره و پرسیده حالا که خانم با بسته های کمکی آمده در برابرش دست به سینه استاده اید. به قول کاربر این مقام قطری از برکت علم و آموزش به این جایگاه رسیده است، جایگاهی که از دختران افغان گرفته شده و با کمک علم این مقام قطری توانسته کمک ها را آماده کند. عتیق الله پرسیده در چنین حالت زن و مرد برای طالبان چه فرق دارد؟ اخیرا طالبان تیم از دکتران زن را در کنر فرستاده. در مورد ضرورت حضور این تیم کوتاه میشنویم. مجبور هستن که روان کنه. این خانه میتونن که مثلا اونا را کاملا نادیده بگیرن، با زیر فشارهای مردم آمدن، اما باید را درک بکنن که چقدر پرسنل موجود است. حتی در کابل فعلا مریضایی است که به این دکترها ضرورت دارن. به این رقم که مکاتب را بسته کردن، پانتون‌ها دروازه‌هایشان بسته است. بالاخره آینده مملکت چی میشه؟ و افغانستان یک مملکت است که معلومدار اینجا انسان‌ها مریض میشن، حوادث طبیعی بسیار زیاد است و چطور میتونن که با این حداقل پرسنل با تمام مسائل رسیدگی شود؟ طالبان که آموزش تحصیل دختر زن افغان را تا امر ثانی تعطیل کرده است و بر اساس قانون امر به معروف این گروه صدای زنان عورت خوانده شده.
همان گروه دست به زینه به استقبال زن ایستاده می شوند که مقام دولتی یک کشور اسلامی است. خالد بهادری اما سفری مقام زن قطری را عمدی می دانه. او نوشته دولت قطر برای افشا کردن عقاید عقب مانده طالبان این خانم را در رأس هیئت کمک‌ها به افغانستان فرستاده است. و در پایان از خان می خوانیم که خطاب به مردم نوشته کشور اسلامی مانند قطر که افغانستان نه در دیانت و نه در پیشرفت می تواند با آن رقابت کنه پیام مهم فرستاده این که زن مانند مردها می تواند در جامعه کار و خدمت کند. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی‌های خود را با ما به شماره که اینجا ذکر شده 0044 73 4000 6000 شریک سازید. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. یک گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل آمریکا و امارات متحده عربی را به بازداشت خودسرانه یک نظامی افغان متهم کرد. به گفته این نهاد این فرد 2 سال در یک شهرک ویژه مهاجران افغان نگهداری و آزادی‌هایش محروم شده بود. این گروه وضعیت او را به بازداشت خودسرانه تشویق کرده است. سازمان حقوق بشری هنگو اعلام کرد که 4 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. 3 تن از آنان اعضای یک خانواده اند و به اتهام جرایم مواد مخدر در قم و فرد دیگر به اتهام قتل در زندان قزلحصار کرج اعدام شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان تاکنون واکنشی نشان ندادند. اعدام افغان‌ها در ایران همواره با واکنش‌های جدی نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. ریاست پاسپورت طالبان اعلام کرد بخش ویژه‌ای برای صدور فوری گذرنامه ایجاد می‌کند. عمری لوگری سخنگوی این اداره گفت متقاضیان در بخش VIP می‌توانند پاسپورت خود را ظرف نیم تا 1 ساعت دریافت کنند و اما توضیح نداد چه کسانی حق استفاده از این خدمات را دارند و درباره هزینه آن نیز جزئیات ارائه نکرد. یک نهاد حقوق بشری حامی مسیحیان در آمریکا میگوید بازگشت اجباری مهاجران افغان میتواند آنان را با خطر جدی آزار و پیگرد روبرو کند. این نهاد اعلام کرده است که افغان‌های مسیحی گهگاه اطلاعیه‌های رسمی مبنی بر احتمال اخراج از آمریکا دریافت می‌کنند. بیشتر کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته بود که اقلیت‌های دینی و ویژه مسیحیان افغان زیر حاکمیت طالبان با خطر مرگ مواجه‌اند. رئیس شورای مهاجرین دنمارک در دیدار با عبدالکبیر وزیر مهاجرین طالبان خواستار ساده‌سازی روند اداری برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه شد. 4 سال اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان را نگران کننده دانست و گفت کمک‌های فوری به شرق افغانستان ارسال شده است. و افزود مشکلات مهاجران افغان در نشست‌های حاشیه‌ای شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح خواهد شد. این در حالی است که طالبان اعلام کردند که تنها در روز پنجشنبه بیش از 21,000 مهاجر افغان وارد افغانستان شدند. بیشتر این افراد به گونه اجباری از کشورهای همسایه اخراج شدند. این مهاجران اکنون با مشکلات جدی از جمله نبود سرپناه، کار و خوراک دست و پنجه نرم می‌کنند. نهادهای امدادرسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند بحران انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد. موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان را از آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو می‌کنیم. آقای محمودی خوش آمدین. هشدارها و گزارش‌های متعددی هر از گاهی به نشر میرسه از تهدید بالقوه علیه مهاجرینی که دوباره قرار است به افغانستان اخراج شوند، خصوصا در آمریکا. چقدر این گزارش‌ها و تهدیدها جدی است؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب شواهد و اسناد نشان میدن که مهاجرین برگشت داده شده در افغانستان خصوصا از کشورهای ایران و پاکستان اینا مورد آزار و تعقیب قرار گرفتن و در بسیاری موارد زندانی شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن و به قتل رسیدن. این یک مسئله مستند شده است و نشان دهنده ای است که برگشت مسئول و امن مهاجرین بر افغانستان، خصوصا کسایی که متعلق به اقلیت‌های مذهبی هستند، کسایی که کارمندان دولت پیشین هستند، نظامیان پیشین هستند، زنان و اطفال و دختران به افغانستان سیف نیستند. اینا در معرض خطرات زیاد قرار دارند، خصوصا پالیسی‌های آزار و اذیت گروه حاکم طالبان و این میتونه موضوع نگران کننده برای جامعه بین‌المللی باشه، به خاطر از اینکه افغانستان یک کشور است که بیشترین تعداد
مهاجرین را در کشورهای همسایه خود داره و همچنان در بسیاری کشورهای دیگه یکی از کشورهای مهاجر فرست است. به این خاطر نگرانی هایی که ابراز میشه نگرانی های بجا هست. طالبان تمام حقوق بشری، آزادی های مذهبی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی رفت آمد و آزادی انجمن ها را از مردم افغانستان سلب کردن، حق آموزش از زنان سلب کردن، حق رفت آمد و گشت و گذار از زنان سلب کردن و اینا خود نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده افغانستان است که شرایط را برای اخراج و بازگشت مهاجرین فراهم نمیکنه و شرایط مسئول و امن فراهم، خصوصا در زمانی که دولت و حکومت طالبان بر علاوه آزار و اذیت مهاجرین برگشت داده شده قادر به تامین نیازمندی های خدمات عامه بر از اینا و خصوصا ما در زلزله اخیر کنر دیدیم که توانمندی کمک به مردم افغانستان را نداره. بنان این مسئله باعث میشه تا درخواست ها صورت بگیره از جامعه بین المللی تا مهاجرین به افغانستان برگشت داده نشود و یک توقف ایجاد شود تا شرایط مسئول و امن در افغانستان ایجاد شود. حالا با وجود چنین یک شرایطی در افغانستان که اگر برگشت داده شوند قطعا جانشان در خطر است، خصوصا اقلیت های مذهبی، کشورهایی که اخراج میکنه عملا دارن به تعهدات و میثاق‌های بین المللی و منشور حقوق بشر پشت میکنن، درست؟ خب کسانی که در افغانستان در معرض شکنجه، آزار و تعقیب هستند، اینا هم از به خاطر کنوانسیون مهاجرین و هم به خاطر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر کنوانسیون‌های بین المللی نمیتونه به کشورهای که در اونجا خطر وجود داره برشان خطر آزار و اذیت، تعقیب، شکنجه برگشت داده شوند و این اصل نان رفاولمنت یا برگشت دادن این افراد یک اصلی است که بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است. بنان کشورهایی که این کار را دست به اقدام میزنند اینا مسئولیت دارند در مورد این مهاجرین و یک مسئولیت حقوقی بزرگ را به اصطلاح اینا با عهده دارند. بنان به می خاطر است که نهادهای حقوق بشری، فعالین حقوق بشری و سازمانهایی که در این زمینه، سازمانهای حقوقی و محافظت از حقوق مهاجرین همواره در تلاشی بودند که چون افغانستان یک کشور ناامن است، یک کشوری است که در اونجا شکنجه رواج داره، در اونجا است که زنان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی مورد تعقیب و آزار قرار می‌گیرند، بنان مهاجرین در او کشور برگشت داده نشان مگر اینکه برگشت داوطلبانه باشه و از برضا و رغبت خود مهاجر صورت گرفته باشه. حالا وقت کشورها عملا این قوانین را نقض میکنن و اونایی که جانشان در خطر هست را اخراج میکنن، کدام مرجع کی باید پیگیری بکنه این را؟ خب متاسفانه در این همونطور که در بسیاری موارد دیگه نقض حقوق بشری ما میبینیم، چون یک سیستم بین المللی، یک مکانیزم مؤثر بین المللی یا حکومت جهانی وجود نداره، بنان کشورهای خاطی در بیشتر اوقات مورد پیگیری قرار نمیگیره. اما ما میبینیم که در بسیاری موارد اعلامیه ها و تقبیح نامه ها و محکوم کردن اقداماتی که کشورها دست به فرستادن یا اخراج مهاجرین به کشورهایی که در اونجا شکنجه، آزار، اذیت قرار دارن مثل افغانستان است صورت گرفته. بنابراین این مسئولیت باقی میمونه و مورد پیگرد حقوقی در محاکم همون کشور قرار بگیره و یا در محاکم دیگه کشورهایی که صلاحیت جهانی دارن و همچنان از طریق مکانیزم‌های میثاقی بین المللی، کمیته میثاقی بین سازمان ملل متحد این مسائل مطرح شود و در این قسمت تصامیم گرفته شود. موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سرپناه ختم شو د کوټونه دغه ترپاړونو کې پراته دي، د خوراکي توکي نشته، کمبلې نشته، خیمې نشته. افزایش نگرانی در مورد وضعیت زلزله زدگان. سیاست‌های طالبان روند کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده. بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. نگرانی از اخراج مهاجران افغان از آمریکا. یک نهاد حقوق بشری میگوید اقلیت‌های مذهبی با خطر انتقام جویی طالبان روبروند. و در ادامه این مجموعه خبری،
گزارشی داریم در مورد کارنامه شاعر نامدار ادبیات ازبکی افغانستان محمد کالم کوهکن. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در نشستی در ژنو طالبان و فقر را دو مشکل بزرگ افغانستان خواند و همچنین بر تامین حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور تاکید کرد. این نشست به ابتکار شماری از کشورها در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و محور آن بررسی سازوکارهای پاسخگویی و حسابگیری از طالبان بود. عارف یعقوبی جزئیات می‌دهد. روز پنجشنبه یک نشست حقوق بشری در ارتباط با مسائل مربوط به زنان و مسائل دیگر حقوق بشری در افغانستان در ژنو در سوئیس برگزار شد که این نشست البته به میزبانی نهاد موسوم به شهرنامه که یک نهاد حقوق بشری است برگزار شده بود و شماری از نهادها و نمایندگان نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری شرکت داشتند. در کنار این گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت حضور داشت و صحبت کرد و همینطور نمایندگان 15 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هست. ریچارد بنت در صحبت‌های خود البته به دو موضوع مهم و اساسی اشاره کرد که به گفته او باید در مرکز توجه قرار بگیره. اول اینکه گفت طالبان و سیاست‌های طالبانی همچنان با همون سبک و سیاق گذشته خود ادامه داره، تغییراتی دیده نمیشه و این چیزی است که در واقع این مشکلات و چالش‌های حقوق بشری افغانستان را مضاعف کرده و باید راه حل سنجیده شود تا سیاست‌های طالبان تغییر کنه. در کنار این اشاره کرد که فقر یکی از مشکلات دیگر و مشکلات بسیار بنیادین در افغانستان است که هر روزه مردم پیامد این مشکل اساسی را می‌بینه. اشارهش به زلزله‌های اخیر بود، خصوصا زلزله ویرانگر در شرق افغانستان که به گفته او این مسئله و این امر طبیعی نشان داد که افغانستان چقدر وضعیت فاجعه بار و آسیب پذیر داره. اشاره او این بود که زنان و آموزش زنان در چنین مواقع دیده میشه که چقدر حیاتی است برای جامعه، چون در بخش‌های از مناطق زلزله زده در واقع به خاطر نبود دکتران زنان آسیب دیدن و چند زن هم جانهای خود را از دست دادند. در کنار این البته نماینده کانادا هم اشاره‌ای داشت که باید خواست زنان و حقوق زنان در مرکز تصمیم گیری های سیاسی در ارتباط به سرنوشت افغانستان قرار بگیره و نباید به حاشیه رانده شود. شماری دیگر از فعالان جامعه مدنی و فعالان حقوق بشری هم صحبت کردند و روی هم رفته در کنار مسائل دیگر تاکیدشان بر این بود که باید فضای امن برای فعالیت‌های مدنی زنان در افغانستان و بیرون از افغانستان فراهم شود و حتی در آنلاین هم فضای امنی باید ایجاد شود تا زنان بتوانند آگاهانه و آزادانه صدای خود را برسانه و برای زنانی که در داخل افغانستان است صدایی باشه و مشکلات اونها را بازتاب بده. همینطور در ارتباط با جمع آوری داده ها و برنامه‌های تحقیقی تاکید ویژه‌ای صورت گرفت، اینکه در ارتباط با مسائل حقوق بشری و آنچه جریان دارد در افغانستان نباید مسائل تحقیقی دست کم گرفته شود، باید تمامی موارد در حد امکان مستندسازی شود و از این تحقیقات، گزارش‌ها و جمع آوری داده‌ها در برنامه‌های آینده و در پالیسی سازی‌های احتمالی در آینده استفاده شود. طالبان با استفاده از اینفلوئنسرهای خارجی می‌کوشند تصویر مثبت از افغانستان ارائه دهند. تازه‌ترین نمونه سفر یک اینفلوئنسر استرالیایی است که پس از بازگشت با موجی از انتقادها روبرو شد. کلویی متهم شده که در برابر پول تبلیغ طالبان را کرده است، اتهامی که او آن را قاطعانه رد کرده است. گزارشی از طاهر قادری. ویدیوهای ویتنی رایت، پورنستار معروف آمریکایی، از سفرش به افغانستان در ماه رمضان سال گذشته را به یاد دارید. دیدار او از اماکن عمومی، رقصیدنش و حتی عکس یادگاری با کلاشینکوف طالبان خبرساز شده بود. از آن زمان دهها اینفلوئنسر خارجی به ویژه زنان زیر نام گردشگر به افغانستان سفر کردند. پدیده‌ای که به نام دیپلماسی گردشگری طالبان معروف شده. گردشگران خارجی آزادی کامل دارند. می توانند در خیابان‌ها قدم بزنند، از اماکن تاریخی دیدن کنند و حتی رانندگی کنند. امتیازهایی که زنان در افغانستان از آن محرومند.
گروه طالبان در افغانستان سیاست‌های دوگانه خود را بازی می‌کند. در صورتی است که زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی و بشری خود تحت حاکمیت گروه طالبان محروم هستند و حتی دو دختر یا دو بانوی جوان نمیتونه که با صدای بلند با همدیگه ارتباط برقرار بکنه و صحبت بکنه و از پنجره‌های خود بیرون را نگاه بکنه و حتی صدای زنها در افغانستان عورت پنداشته شده و حضورشان کاملا از جامعه حذف شده. در تازه ترین نمونه سفر کلویی بارادنسکی، انفلوئنسر استرالیایی خبرساز شد. او متهم شد برای تبلیغ طالبان پول گرفته، اتهامی که کلویی آن را رد کرده. سفر او به افغانستان زمان مورد توجه قرار گرفت که یک کمدین استرالیایی به انتقاد از او گفت که کلویی بدون حمایت مالی طالبان چنین محتوای پرزرق و برق تولید نمی کند. کلویی بعداً توضیح داد که هدفش از سفر به افغانستان نشان دادن فرهنگ، مردم و مناظر افغانستان بوده، نه سفید نمایی طالبان. منتقدان اما میگویند طالبان با استفاده از حضور انفلوئنسرها تلاش میکنند تصویر مثبت از خود به جهان نشان دهد. اخیراً روزنامه اشپیگل آلمان نیز این روند را گردشگری فاجعه توصیف کرد که چهره واقعی طالبان را میپوشاند. طالبان میگوید بعد از بازگشت به قدرت بیش از 24,000 گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند. چندین هتل ساخته و قراردادهای میلیون دلاری شکار پرندگان را نیز امضا کرده است. اما پشت این تصاویر تبلیغاتی واقعیت زندگی زنان افغانستان همچنان سرکوب، شکنجه و محدودیت است. طاهر قادری. طالبان پاکستانی دو سرباز مرزی پاکستان را در منطقه دورافتاده‌ای در مرز افغانستان به ضرب گلوله کشتند. خبرگزاری فرانسه و نقل از یک مقام امنیتی پاکستان نوشته این درگیری پس از انتشار گزارش‌هایی درباره شعارنویسی و کش‌زنی اعضای تحریک طالبان پاکستان در منطقه آغاز شد. این مقام پاکستانی افزوده که حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در 2 ماه گذشته افزایش یافته و شمار آنان در چند ولسوالی کوهستانی مرزی در ایالت خیبر پختونخوا حدوداً 400 نفر برآورد می شود. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از آغاز جنوری تاکنون نزدیک به 450 تن در حملات گروه‌های شبه نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان کشته شدند. همکارم رفعت الله اورگزیر از پشاور با خود داریم. رفعت الله، جزئیات عملات اخیر در خیبر پختونخوا چه قرار است؟ او بل ګوره دا دوه پیښې شوې دي. یو خو د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع دی کرک کې، هلته کې پولیس چې دی ګشت کولو دغه بنډه د اوچا علاقې کې چې دی وسلوالو چې دی هغو پې ډزې کړي دي او په دې کې چې دی 3 پولیس والا چې دی دا وژل شوي دي. په دا وژل شوو کسانو کې یو چې دی د اس ایچ او هم شامل دی، یعنی اس ایچ او چې د تانې انچارج وي هغه پکې هم وژل شوی دی. نو دې پیښې نه پس چې دی بیا پولیس ډېر لوی کچه باندې چې سرچ اپریشن لانچ کړی دی. دا وایي چې بیا په هغه کې چې دی څه ترهګر هم وژل شوي دي او یو بل پولیس والا باندې چې دی هغه هم زخمي او هغه هم حالت خراب دی، په هسپتال کې دی. نو دا چې دی جنوبي ضلعو کې ډېر زیات مطلب دا پیښې روانې دي. بله چې کومه پیښه شوې دا بیا په سوات کې شوې دی، هغه بیا د خیبر پختونخوا شمالي سیمه دی. هلته کې چې دی دا څه د کالد تنظیمونه چې دو په د دیوالونو باندې څه وال چاکینګ کړی و، څه لیکل مې کړي خپل په حق کې که نه چې پی ټي پي زنده‌باد یا داسې څه رپورټس دي. نو بیا په دې دپاره مطلب لکه هغه سرچ اپریشن کړی دی سیکورټي فورسز. نو دغه وخت کې چې دی دو باندې یو بریک شوی دی او 2 کسان پکې چې دي دا سیکورټي اهلکاران چې دا وژل شوي دي. نو دا ډېر زیات مطلب لکه دا یو څو وختونه موږ ګورو چې خیبر پختونخوا کې دا پیښې ډېرې زیاتې شوي دي او دا هر یو ځای کې موږ لکه مطلب اپریشنونه روان دي، داسې نه دی. دا چې کوم ځای کې داسې پیښې کېږي بیا هلته کې سرچ اپریشن کېږي په لویه کچه باندې، خو دغه پیښې چې دا تر اوسه چې دی دا کنټرول نه شوې، مطلب دې باندې کابو چې دی تر اوسه پاکستانی سیکیورټي ادارو ونه موندلو. خب رفعت الله، دیده میشه که عملات TTP و مراکز امنیتی پاکستان افزایش پیدا کرده در این اواخر. عملیات ارتش پاکستان در برابر این حملات تا چه اندازه موثر بوده؟ او بل څنګه ما تاسو ذکر وکړو کنه چې هر یو ځای کې چې کله پیښه وشي نو عملیات هم کیږي،
خدا د پیښې چې دي د سره مطلب هغه کنټرول نشوي. اوس یو دلته پاکستان کې یو تھنک ټانک دی، یو په دا کم چې امنیت وضع دی په دې باندې نظر ساتي، نو دا یو نوې رپورټ راغلی دی. هغه دا ویلي چې تقریبا د تیر 2 میاشتو کې په خیبر پختونخوا او د پاکستان نور یعنی بلوچستان کې دغه سیمو کې 82% دا د ترهګري پیښې چې دا زیاتې شوي دي. نو دا ډیر غټ تعداد دی، 82% چې دی دا لکه د کې اضافه کېدل چې دي دا ډیره خطرناکه خبره دی. نو دا چې دی لکه خاص کر د دې دغه بریدونو مرکز چې دا د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبي ضلع دي دا دي، یا بیا دی خو مطلب دا خیبر شو، دا سوات شو، او مطلب دا اورګزۍ شو، دغه ایریا کې چې ډېر زیات مطلب دا پیښې کېږي. او دا د ټي ټي پي چې دی یا څو ورځې مخکې خپل یو د اګست میاشتې کې چې هغو کومې پیښې کړي د هغه یو پریس ریلیز جاري کړی او په هغه کې دا ویلي چې دوی تقریبا اګست کې 1556 بریدونه کړي دي، چې دا مطلب لکه کله نه چې دا تنظیم جوړ دی دومره بریدونه چې دونه دي کړي. نو دا یقینا چې د دې ډیره اضافه شوی دلته مطلب خیبر پختونخوا کې چې کوم مطلب خلک دي سکیورټي ادارې دي دا ټول مطلب دی باندې تشویش لري، خو تر اوسه چې دی مطلب دا کابو شوی نه دي. مطلب دا پیښې چې دي په دې چې دی کې پاکستان دا خبره کوي چې دا څومره ترهګر ډلې دي، خاص کر 2 ګروپونه ډیر زیات اکټیو دي په دې وخت کې، یو ټي ټي پي دی او یو حافظ ګل بادر ګروپ دی. د دوړو نه پاکستان دا وایي چې د دوی چې کوم مشران دي دا په افغانستان کې دي، د افغانستان خاورې باندې پراته دي، هلته چې دی پناه اخیستي دي، او طالبان چې دي دا ورله څه نه وایي مطلب. نو خو بل طرف به طالبان دې نه انکار کوي. نو دا چې دی لکه دې وخت کې د پاکستان او افغانستان چې کومې اړیکې دي دا هم ډېر ترنګلې شوي دي، لکه دا دورې خو کېږي، دا سفرونه کېږي روان دي. پاکستان وزیر خارجه چې دی تېر 2 میاشتو کې 3 سفرونه کړي دي، خو د هغه د باوجود چې دی یعنی دا یو څو ورځې مخکې پاکستان چې دی خوست کې او په ننګرهار کې چې دی دلته نه مطلب ډرون اټیکس کړي وو، یعنی د ټي ټي پي مرکزونه چې دی هغه په نښه کړي وو. نو دین اندازه والی چې مطلب لکه دا سفرونه خو کېږي، خو بل طرف ته د ټي ټي پي او د حافظ ګل بادر ګروپ حوالې سره چې پاکستان کوم مطلب غوښتنې دي تر اوسه چې دی افغانستان هغه غوښتنې چې دی پوره کړي نه دي، ځکه دا تاوتریخوالی چې دی دا روان دی. سپاسگزارم از همکارم رفعت الله اورگزی از پشاور. معاون کمیسیون اروپا با عنوان نخستین عضو این نهاد جنگ اسرائیل در غزه را نسل‌کشی توصیف کرد. تریسا ریبیرا از فقدان موضع واحد اروپایی در برابر اسرائیل انتقاد کرد. او گفت اعتراضهای گسترده در شهرهای اروپایی خواستار آتش‌بس است. اسرائیل این اتهام را رد کرده و هدف خود را نابودی حماس و آزادی گروگانها اعلام کرده است. با گزارش روزنامه هاراتس ایالات متحده پیشنهادی به حماس ارائه کرده که بر اساس آن در برابر آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی جنگ غزه متوقف شود. بشار بهر تاجر فلسطینی آمریکایی از میانجیگران این روند به العربیه گفت که این پیشنهاد پیش از آخرین پیام دونالد ترامپ در شبکه اکس به حماس منتقل شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در دوحه با اعضای شورای رهبری حماس دیدار و گفتگو کرد. این رایزنی‌ها پس از ملاقات او با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شد. تاکنون جزئیات بیشتری از محتوای این مذاکرات منتشر نشده است. در این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که 40% از شهر غزه را تحت کنترل خود درآورده است. این اقدام همزمان با تشدید بمباران‌ها در شمال غزه و افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف عملیات صورت گرفته است. با گزارش آژانس دفاعی مدنی غزه روز پنجشنبه بیش از 30 نفر در شهر غزه و دست کم 64 نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند. یونیسف میگوید غزه سیتی که به عنوان آخرین پناهگاه خانواده‌ها در شمال نوار غزه باقی مانده، اکنون به شهری از ترس و آوارگی تبدیل شده است. مدیر ارتباطات یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داد نزدیک به 1 میلیون نفر همچنان در این شهر حضور دارند و هر گونه تشدید عملیات نظامی میتواند پیامدهای جدی انسانی در پی داشته باشد. مریم رحمتی جزئیات میدهد. تس انگرام مسئول ارتباطات یونیسف که زنده از غزه با خبرنگاران اینجا در مقر سازمان ملل صحبت میکرد در مورد وضعیت کودکان در این باریکه هشدار داد و گفت که فاجعه‌ای غیرقابل تصور همین حالا در غزه در جریان. او گفت که با خانواده‌های دیدار کرده که چند بار آواره شدند، کودکانی که در هرج و مرج از پدر و مادرشون جدا افتادند و همچنین مادرانی که فرزندانشون رو به خاطر گرسنگی از دست دادن و
و در مورد مرگ فرزندان دیگرشون هم نگرانن و میترسن. در مورد وضعیت کودکان در بیمارستان ها هم هشدار داد و گفت سوء تغذیه شدیدی در جریان و کودکان روی تخت‌های بیمارستان ها افتادن، نوزادانی که بینایی و توان راه رفتنشون رو از دست دادن و امکانات پزشکی در این بیمارستان ها وجود نداره. همچنین خیلی از موضوعاتی که در این کنفرانس خبری مطرح شد وضعیت کودکانی بود که در حال حاضر نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و این کمک‌های بشردوستانه به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده به دست اونها نمیرسه. این مقام سازمان ملل گفت اونچه که در غزه رخ میده نتیجه مستقیم تصمیم‌ها و محدودیت‌هایی که زندگی مردم به ویژه کودکان رو از همه سو نشونه گرفته. به هر حال یونیسف یک بار دیگه از اسرائیل خواست تا جان غیر نظامیان و کودکان رو حفظ بکنه و همچنین از گروه‌های مسلح مثل حماس خواست که گروگان‌ها رو آزاد بکنن و از جامعه جهانی و از نفوذ کشورهای قدرتمند گفت باید استفاده بشه تا این فاجعه پایان پیدا بکنه. به گفته یونیسف هزینه هر لحظه بیعملی با جان کودکانی سنجیده میشه که در آوارگی و گرسنگی خاموش میشن. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک. حالا چند خبر کوتاه از جهان. امام مسجد در بریتانیا به دلیل عقد دو نوجوان تحت پیگرد قرار گرفت. اشرف عثمانی امام جماعت مسلمانان در نورثامپتونشایر انگلستان به اتهام برگزاری مراسم ازدواج دو نوجوان 16 ساله تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. بر اساس کنونسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. همچنان طبق قوانین بریتانیا ازدواج افراد زیر 18 سال غیر قانونی بوده و پیگرد قضایی در پی دارد. جورجیو آرمانی معمار سبک نو در دنیای مد ایتالیا و جهان در سن 91 سالگی درگذشت. او نماد بی‌بدیل سبک و ظرافت مدرن ایتالیایی بود و شرکتش سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار گردش مالی داشت. جان کندی سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از تصمیم بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعالسازی سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های جمهوری اسلامی استقبال کرد. او تاکید کرد تنها راه فشار بر ایران خفه کردن اقتصادی رژیم است و گفت تحریم‌ها باید بخش‌های بانکداری، حمل و نقل دریایی، نفت و تسلیحات را در بر گیرد. کندی افزود بازگرداندن تحریم‌ها کافی نیست و آمریکا باید در اجرای جدی آن پیشگام باشد. سندیکای خبری یهود گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران مشارکت نظامی و اقتصادی خود را در جنگ داخلی سودان به طور چشمگیری افزایش داده است. این گزارش می‌افزاید که چنین اقدام می‌تواند سودانی‌ها را به نیروی نیابتی بعدی جمهوری اسلامی بدل کند. دونالد ترامپ از رهبران اروپایی خواسته برای تضعیف روسیه خرید نفت از این کشور را متوقف کنند. همزمان نزدیک به 30 کشور حامی اوکراین با حضور ولادیمیر زلنسکی در پاریس گرد هم آمدند تا درباره امنیت اوکراین پس از آتشبس با روسیه گفتگو کنند. در همین حال ولادیمیر پوتین هم هشدار داده که اگر اوکراین جنگ را از راه مذاکره پایان ندهد، مسکو با زور نظامی آن را خاتمه خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ برای تلاش‌هایش تشکر کرد و گفت باید با تحریم‌های بیشتر ماشین جنگی روسیه متوقف شود. امروز با رئیس جمهور ترامپ صحبت کردم و از حمایتش قدردانی می‌کنم. به طور مفصل درباره ایجاد شرایط صلح با هم گفتگو کردیم و گزینه‌های مختلفی رو بررسی کردیم. مهمترین مسئله اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادیه که روسیه رو مجبور به توقف جنگ بکنه. کلید صلح اینه که ماشین جنگی روسیه از پول و منابع محروم بشه. همچنین درباره حفاظت از آسمان اوکراین و نجات جانهای مردم با هم گفتگو کردیم. تا زمانی که صلح برقرار نشه، جان مردم اوکراین با موشک‌های روسی و پهپادهای ایرانی گرفته میشه.
محمد عالم کوهکن، شاعر و نویسنده برجسته و از پیشگامان احیای ادبیات ازبکی مدرن افغانستان، در سن 63 سالگی در آمریکا درگذشت. او با آثار خود پل میان زبان مادری و جهان مدرن ساخت و صدای ترک زبانان افغانستان را به ادبیات معاصر رساند. رضا محمدی از کارنامه و آثار این نویسنده فقید گزارش می‌دهد. با اینکه افغانستان امروز زاد بوم زبان و فرهنگ ترکی است، چنان که محور بسیاری از فرهنگ‌ها و زبان‌های منطقه است، اما بعد از دوره درخشان تیموری، ادبیات ترکی جغتایی یا ازبکی در هرات و بلخ و قطغن به محاق رفته بود. گروهی از دلبستگان موزاییک تنوع فرهنگی افغانستان از چند دهه قبل آستین همت برای رفع این نقیصه برزدند و محمد عالم کوهکن یکی از پیشقراولان و سردمداران جنبش احیای ادبیات ازبکی مدرن در افغانستان بود. شاعر، نویسنده و محققی که با شور و عشق به زبان مادری عمرش را وقف این کار کرد. استاد محمد عالم کوهکن به خاطر رشد و انکشاف زبان ادبیات ازبکی کارهای خیلی ارزشمند را انجام داده است. از استاد اثری به نام زبان ادبیات ازبکی، مجموعه اشعار به نام سین اوچون گرالدم، قاره کوزلرم و قلدرغاچ چاپ شده. کوهکن در سال 1341 در شهرستان خواجه سبزپوش فاریاب زاده شد. او تحصیلاتش را در دبیرستان ابو عبید جوزجانی شروع کرد. در دانشسرای آموزگاری فاریاب ادامه داد و از دانشگاه گهورشاد کابل در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. در این میان به عنوان روزنامه نگار و بعد مدیر مسئول در مجله فاریاب، مجله چاووش و بعدتر رسانه‌های بین المللی فعالیت کرد و نخستین کتاب‌هایش را به زبان ازبکی منتشر کرد. اولین کتاب نثری کوهکن ازبک ادبیات فرهنگی یعنی فرهنگ ادبیات ازبکی بود که در ولایت فاریاب شهر میمنه به چاپ رسید. دومین اثر نثری آقای کوهکن سال گذشته زیر نام قاره کوزلرم یعنی سیاه چشمان من در کابل به نشر رسید. کار بزرگ او نخست رساله‌ای در تاریخ زبان ترکی از کتیبه ارخون تا روزگار مدرن و بعد فرهنگ واژگان ازبکی به فارسی است که با ذکرالله ایشانج منتشر کرده و این در کنار دیگر آثار او برای کودکان تکیه‌گاه‌هایی برای بالندگی این فرهنگ ریشه‌دار شد و میراث فرهنگ و دردها و رؤیاهای ترک زبانان افغانستان را ماندگار کرد. رضا محمدی، لندن. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها با تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت بخیر.